امروز با لیلا علوی اومدم بیرون، دیدم هوا خوبه، آوردمش کوه. ایشونو میگم. ما ایرانی‌ها رو ماشینا اسم میذاریم، مثلا بنز اس الی که تو ممل آمریکایی بود بهش میگیم بنز گوگوشی یا پژو 504. ولی عربا یه مرحله ما جلوترن. بر اساس ظاهر ماشینا مقایسه میکنن، با آدما روش اسم میذارن. مثلا این ماشین موقعی که اومده بهش گفتن لیلا علوی. لیلا علوی یه خواننده مصری معروف بوده که میگفتن این ماشین انقدر زیباست که شبیه این خانم است. یه دقیقه سرچش کنیم ببینین شبیه همه یا کدومشون خوشگل داره. دیدین